2 1 بفرمایید. Uğra mekvertim. Ayergenim koverno. Mezazatım yazameyde. Eşvenderim upayri kerim temnen hentim. Vereceğin hentim. Yavşu tuvaytım فرادات من یشتامن. این سخنان پهلوانانه رایومند اهریمن ستیش ایران ستا یادگار نیاکان سرفراز ایران زمین است، آنانی که به پیروی از اوستا بر جهان خداوندی کردند، هنر و بزرگی و سرفرازی پدید آوردند. سخنانی است گرانبها و ارجمند از اوستا. اوستا میگوید ایرینم خوورنو یزمیده. فر ایران را می ستاییم. این به پهلوی است. در اوستا واژگانی که پوییده هست در انگلیسی اکوزاتیو، اونها را نداره، ام پایانش هست. در انگلیسی هم همون است که زبان ژرمنیک است، زبان ایران هم ژرمنیک است. برای اون است که ایرینم ماننده در انگلیسی him. I gave him, I look at him, I talk to him. این him میشه. در اوستا هم همونه. ایرینم ایران را. در پهلوی را هست. در زبان اوستا که همانا سانسکریت است با یک اندکی دگرگانی، شیوه دستوری آن گونه دیگر است. اوستا بارها گفتم و شنوده نمی شود، بارها که هست 40 ساله میگم. جانان فرهنگی است و اگر ایرانیان، گمان کنم ایرانیان را بهتر بگویم، ایرانیان که به پای خود و به اندیشه خود و به رای و ایران پرستی خیش هستند، ویرانیان را میگویم. اگر ویرانیان تکان بخورند از پستی و ننگ و بیراهی که رفتند یا به بیراهی که کشیده شدند، بازگردند به راه ایران، کهن جامه خویشتن آراستن، به از جامعه عاریت خواستن، آنگاه میشوند ایرانی، آنگاه میشوند کسانی که بگویند ایرینم خوورنو یزمیده. کسانی میشوند که بگویند کوینیم خوورنو یزمیده. برای شاهنشاهی ایران را می ستاییم. اگر به خویشتن خویش بازگردید که باز نمی گردید، نیم سده هست در ننگ و پستی و خواری مانده اید و هیچ کس هم شما را از این گرداب ناپاک و زبونی و خواری رها نخواهد کرد. همگان بر نابودی شما پافشاری خواهند کرد، زیرا که مرگ و ننگ و نابودی شما شادی و پیروزی و توانایی بیگانگان است که شما را در این روزگار خار میخواهند. بارها گفتم نمیشنوید، شنیدم نخواهد شد. ز برون کسی نیاید به یاری تو اینجا، تو ز خویشتن برون آی، سپه ملا بشکن. تنها راه رهاییتان بازگشت به خویشتن از کهن جامعه خویشتن آراستن و از جامعه عاریت خواستن. ویرانیان دشمن خویش و دشمن سرزمین زرتشتای سپید مای، دشمن اوستا، دشمن راستی، دشمن توخت و برشت، اومتا هوختا هوورشتا، اندیشه گفتار و کردار نیک است.
باید برای رهایی به گذشته خیش بازگردید. در اوستا واژه فرش می شود نو. این در زبانهای ژرمنیک هم که انگلیسی هم زبان ژرمنیک وام شده یا از یک ریشه خانوادگی ژرمنیک است. وام نشده باشه هم از یک ریشه است. فرش می شود تازه. در زبان ژرمنیک اروپاییان این یکیش نیست. فرش هست اما فرشوکرتی نیست. اونا این بنیاد را ندارن. این بنیاد از آن بنیانگذار فرهنگ ایران است. باور آیین مزدی اصلی که ویرانیان با آن پشت کردند و دشمن آن هم هستند. تنها پشت نکردند. شما دشمن راستی هستید برای اینه که دشمن ایران هستید، برای اینه که دشمن خودتان هستید، دشمن آینده و گذشتهتان هستید و گذشتهتان که میگویم دشمن اوستا و دشمن راستی هستید و به نادانی و تباهی و دروغ خو کرده اید. بارها گفتم گوش نمی کنید، گوشم نخواهید کرد. دروغگو ترسو می شود، دروغگو پلشت، دروغگو زیانخواه و زیان آور می شود. ویرانیان چنینند. ویرانیان چنینند. بنیادی دارد اوستا به نام فرشوکرتی. این بنیاد میگوید که آدمی میبایستی همواره نو گردد، فرش گردد. فرشوکرتی این است که همواره باید نو باشید. همچنان که تن میشویید، جامه نو میکنید، بسی چیزهای دیگر را نو میکنید و دیگر میسازید، سالت بالا میرود، همه چیز را هنگام نو میکند، همان که زروان میگویند و همه چیز پیرو زروان هست. یزد زمان میبایستی آدمی هم به ویژه در اندیشه، گفتار و کردار که هیچ چیز دیگه به جز این سه نیست. این را سه بوخت میگویند. بوخت میشود رهایی. این واژه بخت که در زبان ایرانیان هست از پهلوی همان است. بختور، خوشبخت، بدبخت از همان است. بوخت. این سه بوخت است، سه رهایی. میبایستی برابر آموزه کیش پهلوی زرتشت سپیدمای همواره نو گشت. رها کردی آن پهلوی کیش را، نکردی نگاهی پس و پیش را. این را شاهنامه به ویرانیان میگوید. شما برای رهاییتان میبایستی به گذشته بازگردید. در گذشته شما سرفراز و بزرگ بودید، امروز خوار شدید. باید نگاه کنید در گذشته چه چیزی مایه سرفرازی شما، مایه گردنفرازی شما بود. اندیشه ایرانگرایی، ستایش ایران، ستایش فر شاهنشاهی، ستایش شادی، بازگشت به راستی، به عشا. اگر میخواهید میبایستی به فرشوکرتی بازگردید، همواره نو گردید. آن ننگی که در سال 57 شوریدید و نابکارانه میهن گرامی زرتشت سپیدمای را به این روز ننگین انداختید، در این 50 سال نتوانستید تکان بگیرید، چون که اندیشه نو کردن آن را ندارید. به آن که 15 سده ننگین آمده است در شما نشسته است و خو کرده است، شما را تا پون استخوان زهراگین کرده است، خو کرده اید، تکان نمیخورید. اونگاه چگونه من به شما بگویم که میبایستی اندیشه فرش کرد را دنبال کنید، فرشو کردی، هر چیز را نو کنید. 50 سال نکردید این کار را. شدنی از فردا بکنید.
شدنی است در آینده نزدیک بکنید؟ نه، من نمیبینم این را. من این را نمیبینم. راه رهاییتم تنها این است: باید به گذشته بازگردید. چرا به گذشته؟ تاریخ به رو میره، به پس نمیره. شما ناچارید به پس برگردید. تاریخ از واژه دیروک است، آنچه که در گذشته بوده است، در دیر بوده است. دیروک. شما میبایستی به دیر، به گذشته برگردید. برای نمونه، برای پیراستن یا فرمانروایی یا سررشته‌داری کشورتان میبایستی از اوستا پیروی کنید و کشور شاهنشاهی داشته باشید. میبایستی همچون هخامنشیان با منش شاهنشاهی، با روش شاهنشاهی، به شیوه شاهنشاهی کشورتان را به دست بگیرید. سررشته‌داری مردمی شاهنشاهی میبایستی داشته باشید. گوش میکنید که گوش هم نمی کنید. این است. من برای رهایی این را میبینم که میبایستی ایرانیان و ویرانیان خود را ایرانی گردانند، مانند چوب‌های این برسمی که به دست من هست. این هم از گذشته است. این هم اندرز و ارمغان و یادگار و آموزه گذشته است که یک گردید، ایران گردید، ان ایران نگردید، یک دسته و همه زور گردید، به گذشته ایران چنگ زنید و از آن گذشته برای اکنون و برای آینده تان چراغ راه بجویید. شاهرضا این کار را کرد. شاهرضای پهلوی برای رهایی ایران در برابر اندیشه ننگین تازی، آیین و درخشش ایران باستان را در همه جا می‌بینید. در همه جا ساختمان هایی که او ساخته است را می‌بینید. در همه کارها می‌بینید. از بیرون کشیدن گذشته ایران باستان که زیر خاک بوده است تا آنچه که بخواهید از ایران باستان پیروی کرد و آن شد شاهنشاهی پهلوی که دیدید و آنچه که آن را پایان داد، واژگون ساخت و ایرانیان را واژگون کرد و ایرانیان را چیره بر ایران کرد، در برابر اون بود. من سپنتا، فرزانه، اشو، زرتشت سپیدمای را بزرگترین اندیشمند، بنیانگذار و سازنده مردمان ایران می‌دانم. ایشان بزرگترین است در گیتی. کسی به پای او نمی‌رسد. کورند ویرانیان که او را نمی‌بینند. ننگینند ویرانیان که به او پشت کردند. به خس، به پستی و نابودی، به زشتی و درندگی و دشمنی و اهریمن رو کردن. نماز به اهریمن میگذارد. شما تا زمانی که نماز به اهریمن بگذارید، اهریمن روزگارتان را از این سیاه‌تر خواهد کرد و پیروان اهریمن هستید. زرتشت سپیدمای بزرگترین فرزانه گیتی است که در پی اندیشه درخشانی که داشت، اندیشه رایمندی که داشت، توانست. همه چیز آموزه است. همه چیز. شما که ننگین و پست و خار شده اید، در پی آموزش‌های زهراگین نابود شده اید. اگر نه مردم همان مردمند. این گونه نامردم نبودید. این گونه پراکنده و پست و خار نبودید. همان مردم بودید با آموزه
زراتشترای سپیدمای توانستید گردن فرازی کنید و بر گیتی فرمانروا گردید. من او را بنیانگذار فرهنگی می‌دانم که از آموزه‌های آن فرهنگ مردمی پدید آمد همازور، یک پارچه. همه درخشش هایی که شما می‌بینید از ایران، همه عالم تن است ایران دل، همه آن فر و شکوهی را که ایران به گیتی داد و امروز گیتی روی آن شهریگری، هنر و درخشش که ما به جهانیان دادیم میزید. ما به جهانیان دادیم، جهان روی آن فرهنگ، روی آن تاریخ، روی آن ساخته های ایران میزید. هیچ کجا، هیچ کشوری، هیچ مردمی نیست که بخشی از فرهنگ ایران را، بخشی از گذشته ایران را شیوه زندگی خیش نکرده باشد. همه آن بدهکار زراتشترای سپیدماست. همه آن بدهکار زراتشترای سپیدماست. بار پیش گفتم معین همه ادب ایران را، آبشخورش را آیین مزدیسنی می‌داند، در جایی که ادب ایران سنگین‌تر از ادب گیتی است. میخواهم آن بگویم که اگر ادب گیتی را در روی یک کفه ترازو بگذارید، ادب ایران را در یک کفه بگذارید، ادب ایران پایین میرود. سنگین‌ترین، گسترده‌ترین، ژرف‌ترین ادب در گیتی است. این آبشخورش آیین مزدیسنی است. شاید بتوانید دریابید که من چه میگویم. میگویم که به این چشمه بسیار جوشان، درخشان، به این چشمه فروزانفر میبایستی بازگردید. به ویژه در این 50 سال ننگین، نیم سده ننگین که تکان نخوردید، برای اینکه به آنچه که باید باز نگشتید، میبایستی ابزار داشته باشید. من که گفتگو میکنم این ابزار را، این برسم را از نیاکان مزدیسنی خیش به دست گرفتم. این درفشی که در پشت سر آویختم، درفش هخامنشیان، ابزارهایی است که با آن میتوانم درباره ایران گفتگو کنم، از درباره ایران نشان بدهم به شما. اینها ابزارهایی است که میتوانند به من توان گفتگو بدهند، سخن مرا آرایش بکنند و بتوانم نشان بدهم که ایران هستی دارد. من هیچ نمیگویم از کنون، هرچه میگویم از گذشته میگویم، برای اینکه بسی در گذشته ابزار هست برای رهایی و کوشیدم در این 4 دهه همه این ابزارها را آرام آرام مانند تیر و خدنگی به دست کسانی بدهم که برای رهایی خودشون نبرد میکنن. آنها را جنگ افزار به شمار میآورم و دست شما میسپرم که بتوانید در برابر بی فرهنگی، در برابر ستایش دشمن، پستی و سیاهی و تباهی نیرومند گردید. دژ و برج و بارو داشته باشید. میبایستی به این دژ، به دژی که زراتشترای سپیدمای ساخت، به اون دژ درآیید. ابزارهای جنگی از آنجا برگیرید. اندیشه های ناپاک را پیش از اینکه به دژ درآیید، اندیشه های ناپاک را از خود فرو ریزید. آنگاه در آن دژ می توانید از ایران پدافند کنید، همچنان که من می کنم، با برگشت به آن اندیشه زراتشترای سپیدمای. اونگاه می توانید رها گردید. من راه رهایی برای شما نمی بینم. با چه ابزاری میخواید این کار را بکنید؟ اگر به ابزار ایران پرستی که بنیانگذاران ایران برای ما بر جای گذاشتن باز نگردید، نمیتوانید بکنید. من در تاریخ ایران
بسی بسی روشن این را دیدم. همه این گونه هستند. اگر پهلویان یا پارتیان توانستند اروپاییان را به سرکردگی یونانیان از ایران بیرون رانند، توان رزمی خویش را از باستان ایران، از گذشته ایران به دست آوردند. آنان کسانی بودند که شاهنشاه داریوش بزرگ آنان را پرتو مینامد. پرتو کسانی بودند که در خاور بودند، از خاور آمدند به داد ایران رسیدند، هرچند خاور هم ایران بود. تنها مایه پیروزی آنان، تنها آنچه که آنان را پیروز کرد آن بود که ایرانی بودند، آن بود که اوستا را گردآوری کردند که پریشان شده بود، آن بود که خود را برای ایران سرباز کردند و در برابر انیران ایستادند. 5 سده در برابر روم نبرد کردند. واژه پارتیزان را میبینید، از آن آنان است. واژه پهلوی را امروز در زبانتان میبینید، از آن آنان است. اگر نه ایرانیان یک واژه که برای پهلوانی ندارند که 9 واژه برای پهلوانی است، شاید 10 واژه برای پهلوانی، یکیش مانده. چرا؟ برای اینکه آنان پهلوانی کردند و پهلوانیشان ریشه در پهلوانی ایران داشت. سخنهای رستم به نای و برود، بگفتند بر پهلوانی سرود. کسانی بودند گسان، کسانی بودند که پیش از اینکه برآیند در کوی و برزن ایران سخنهای پهلوانانه سپهبد رستم سگزی را در کوی و برزن خواندند و به ایرانیان گفتند که شما مردمانی استید پهلوان، تنومند، نریمان، میبایستی با ما همکاری بکنیم تا دشمن را از ایران شهر برانیم. راندند. پس از آنان ساسانیان که آمدند، همایون ساسانیان، همان شیوه بوده است. آیین مزدی اصلی را هم پارتیان شیوه اندیشه خود گردن، داینا می شود اندیشه. داینا که در پهلوی دین است می شود اندیشه. شما راه پس رفته اید، راه بیراهه رفتید که گمان می کنید که آن واژه دین را که دزد تبهکار از زبان شما ربوده است و آورده است به شما ژاژ و ناپاکی و دروغ به نام دین داده است، اون بیراهه است. داینا یکی از 5 نیروی آدمی در اندیشه مزدی اصلی جدا کردن خوب از بد. شما داینا ندارید، دین ندارید. دین توانایی جدایی خوب و بد است. هر کسی که کیش اهریمن دارد کور است، توان ندارد که نیکی را از بدی جدا سازد. پارتیان یا پهلویان و ساسانیان و همایونی نمیتوانید بگویید که نبودند. مزدی اصلی بودند. آن بود که توانستن ایران را رها کنند. برای آن بود که توانستن ایران را رها کنند. شما در تاریخ ایران به جز ناپاک تبهکار قجران اهریمن سرشت که از دوزخ به سر ایران آمدند، هر کدام را بگویید همان کار را کردند. من صفویان را هم همین میگویم. صفویان گرچه در آیین تازی پیش رفتند، ما این را میدانیم، اما به ایران باستان گرایش داشتند. خویش را شاهنشاه، نامه شاه اسماعیل هست: من شاهنشاه ایران، فرزند جم، فرزند فریدون. این است نام فرزندان خودش را هم گذاشته. در نبرد جانسوز چالدران که در برابر ترکان بی همه چیز، بی آیین، بی فرهنگ، بیابانی، از بیابانی هم کمتر ما نبرد میکردیم، شاهنامه بود که خوانده میشد. در شاهنشاهی درخشان بویه می شود امید. آنان نیز خود را شاهنشاه می نامیدند و
گذشته ایران پای میفشردند. در شاهنشاهی آنان بود که پورسینا و بیرونی پدید آمد و در بغداد رفتن خلیفک ناپاک را کور کردند و بزرگی ایران را دوباره نشان دادند. همه اینجوری بودن. شما هم میبایستی به این تاریخ، به این دیروک نگاه بکنید. برای رهایی ایران میبایستی به گذشته بازگردید. نشینید بگویید که نمیدونم جنبوری و جلنبوری. جنبوری و جلنبوری که سال 57 شاهکارتان بوده از 50 سال بس نیست. در زبان ایران یه چنین واژه ناپاکی نیست. چرا میروید از بیابان و از گور، از زبان اهریمن واژه میآورید در زبان ایران میریزید؟ ننگین تباهکاران ویرانی، چرا این کار را میکنید؟ چرا این همه آسیب به همه ایران میزنید؟ ما سربلند بودیم چون شاهنشاهی داشتیم. شاهنشاهی را داریوش بزرگ بنیان گذاشته است. پیش از او نبوده است. شاهی بوده است اما شاهنشاهی نبوده است. او این کار را کرده است. چرا نمیبایستی به او گرایش داشت؟ من باور میکنم که درفش شاهین او، درفش شاهین هخامنشی میبایستی بر سراسر ایران همچون درفش کویان که میشود درفش شاهی بازگردد. اگر پستی بود، اگر بد بود، من هرگز نمیتوانستم بگویم که به آن بازگردید. چرا نمیگویم که به دوران ننگین قجر بازگردید؟ چرا نمیگویم؟ چرا نمیگویم که به دوران ننگین مغول بازگردید؟ چرا نمیگویم که به دوران ننگین مغولان سلجوقی بازگردید؟ مغولان دیگه چه بودن؟ مغول نبودن؟ شما نمیدونید منگول چی هست. من نمیگویم به اونها بازگردید، میگویم که به شاهنشاهی هخامنشی بازگردید. شناخت شما از شاهنشاهی هخامنشی هرچه باشد بسی کمرنگ و بیچیز است. تنها چیزی که میتوانم بگویم، همیشه هم گفتم، نگاه کنید، راستی پیشه شاهنشاه داریوش بزرگ است. راستی پیشه همه شاهنشاهان هخامنشی است. رادی و مردمداری. چندین بار گفتم، باز دوباره بگویم، در کاریا در دوران شاهنشاه آرتاخشچا به پهلوی اردشیر، مردمان کاریا جانسپار ایران بودند. فرمان روایان خودشان را سنگ میزدند. گوش میکنی؟ دلبستگیشان به ایران آنچنان زیاد بود که فرمان روایان خودشان، از آن میان تموستکلس، ناچار شد از دست مردم خودش به ایران، به شهر شاهنشاهی شوش پناهنده بشود. از دست مردم خودش این کارو کرد. چندین بار گفتم، تندیس مردان و زنانی را که در اروپا میبینید ستون شدند و بامهای خانه ها را بر سر گرفتند، از این اندیشه ایرانی است. از این اندیشه ایرانی است. کاریاتیت بهش میگن. چرا؟ برای اینکه زنان نخست شیفته ارتشتاران همایونی ارتش شاهنشاهی بودند، دلداده و دلباخته ایرانیان بودند. یونانیان را سنگ میزدند، فرمانروایان کاریا را سنگ میزدند. این بود که گفتند که پس از ایرانیان با آنها میبایستی پادفره داد، آنان را گوشمالیک داد و کیفر کرد و میبایستی سنگ روی سرشان ببرند. اون چی که در اروپا، در ایران که نیست که. در ایران به جز زشتی و پستی چیزی نمیماند. ایرانیان به گذشته خودشان نگاه نمی کنند. در ایران هرگز یک چنین چیزی نیست. هیچ یکی هم گمان نمی کنه. اما سراسر اروپا است. این از اندیشه ایران است. خب چرا نمیخواهید بازگردید به سرشتداری ایرانی؟ چرا نمیخواهید بازگردید هر کدام از ایرانیان، بگم ویرانیان نیز همچنین. ویرانیان نمی کنن این کار را. میبایستی سخنان شاهنشاه داریوش را
داریوش بزرگ روانشاد را چندین 10 بار بخوانید. آنگاه میدانید که او کیست، آنگاه میدانید که من که میگویم به شیوه کشورداری شاهنشاهی همایونی هخامنشی بازگردید چیست. پرهیز از دروغ، رو به شادی، ستایش راستی. اگر ویرانیان چنین بکنن آیا رواست به آنان ویرانیان بگوییم؟ نه، خواهیم گفت ایرانیان. و اگر شما ایرانی بشوید، اگر بشوید، من چشم ندارم که بشوید، اگر بشوید، آنگاه این امریکای دشمن ایران که لگد روی گلوی ایران گذاشته است و هر روز بیشتر میفشارد، از شما دست خواهد برداشت. اروپا نیز همین کار را خواهد کرد. چین و روس شوم هم همین کار را خواهد کرد. چون به خود بد میکنید، چون خود کشور خیش را آتش میزنید، چون خود پیرو دروغ هستید، از هخامنشیان گرانمایه پیروی نمی کنید، از اوستا و گذشته خود پیروی نمی کنید. از این آموزش، میبینید من آموزش را میگویم، از این آموزشی که میگوید که چگونه راد و راست باشید پیروی نمی کنید، آنان شما را بیشتر نابود میکنند. کسی اگر بیاید ببیند که شما خانه خیش را آتش میزنید، میگوید خب بهتر از آتش بزنند یک چیزی هم من به دست بیارم. چنین کاری میکند ویرانیان در ایران. از دیدگاه من شما برای رهایی به این ابزار نیاز دارید. به کدام ابزار؟ به این برسمی که آمریکا گرفته است، فرانسه گرفته است. در سراسر اروپا راه بروید، از این بیشتر ساختمان هایی که سده 18 و 19 ساخته شده است در این میبینید. چرا آنها میبایستی ابزارهای نیک شما را بگیرند و ما ز ایران مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. چرا میبایستی این همه نیکی، این همه توانایی، این همه درخشش را نادیده بگیرید، به این پستی و زشتی خوبه کنید؟ نمی بایستی به این روزگار دردناک ماند. می بایستی فرشو کردی، می بایستی نو کرد، می بایستی رو به پیش رفت، به پس نگاه کرد، گذشته چراغ راه آینده، گذشته را نگاه کرد، ببینید انگیزه های توانایی شما در گذشته چه بوده است، چگونه توانستید میهن ایران را که شکسته بود و از میان رفته بود، فرماندهان و سران و افسران و ارتشدارانش نابود شده بودند، چگونه پهلویان توانستند آن کشور را بازپس بگیرند، چگونه ساسانیان توانستند 5 سده در برابر روم دژخیم تبهکار بایستند و آن سرفرازی هایی را بکنند که گیتی هنوز شگفت می کند از آن توانایی ها و سرفرازی های آنان. چگونه آنها توانستند از خواری و پستی برخیزند با دستیازی به آنچه که گذشته ایران برای آنان به ارمغان گذاشته بود. میبایستی چنین کنید، میبایستی به شاهنامه رو کنید. اینها ابزار است. من که میگویم که در جنگ های ایران، برای نمونه نبرد چالدران، ما در نبرد چالدران شکست خوردیم، اما شاه جنگ کردیم. ما ترک بینام و نشان و تبهکار پستر از بیابان نشین را هم ترساندیم و رماندیم. نتوانستند به درون کشور ما بیایند. اگر آمدن هم رمیدند و رفتند. همینا کسایی بودند که تا وین رفتند. چرا رفتند؟ در اونجا این توانایی نبود که در میان ایرانیان بود. چی بود؟ بازگشت به فرهنگ ایران باستان. خواهید گفت نه، صفویان بازگشت به ایران باستان نداشتند، بازگشت به آیین تباه تازی داشتند. میدانم آنها را. گمان میکنید من نمیدانم؟ من بیش میدانم صفویان که بودند. اما چشمه ای
از اندیشه ایران باستان را مایه کار خویش کرده بودند. آن بود که توانست ایران بماند. همین ایران کنونی که رو به نابودی است و نابودتر هم خواهد شد، چهار گوهرش در راه نابودی است و هر روز میگذرد بیشتر میشود، نابودتر میشود. همین ایران باستان هم که مانده است و تاب آورده است، برای آن تاب آورده است. مودرای نشده است، مصر میگویید نه؟ لیبی نشده است، لبنان نشده است. چرا نشده است؟ چون که گذشتهش ایران باستان بوده است، آن فرهنگ سترگ بوده است. آن فرهنگ همچنان که شکسته بسته این زبان در میان شما مانده است، خب ننگین کردید، نابود کردید، اندیشه نمی کنید چه میگویید، هرچه از دستتان دهانتان میآید میگویید. نیم واژگانتان تازی است، نیم دیگرش هم آلوده کردید به چیزهای دیگه. اما همین ها هم بر جای مانده است. همین زبان هم که بر جای مانده است، توان بر جای ماندنش برای آن بوده است که بنیادش بسیار بنیان سنگینی بوده است، پی بسیار بسیار ژرف داشته است که توانستند بموند. با همه ویرانی هایی که ویرانیان بر سر زبان و فرهنگ و گذشته ایران می آورند، مانده است. چرا مانده است؟ برای اینکه نیرومند و پرتوان است. من کمتر امید دارم که سخنان من دریافت شده باشد، چون من 44 هست گفتگو میکنم، دریافت نمی شود. امیدوارم که اندکی دریافته باشید. اگر در این روزهای سهمگین، دردناکتر و بدتر از 14 ننگین، نزدیک 5 ننگین، اگر در این روزهای سهمگین در نیابید، گزینش کرده اید که بمیرید، گزینش کرده اید که خودکشی کنید، همچنان که در سال 57 گزیدید این کار را بکنید. چه کسانی که به گفته بیهقی خفه شدند، خفه ماندند. ننگ خفگی را بر خودتان پذیرفتید، با کسان و تبهکاران و مرگاوران همکاری کردید، این روزگار را فراهم. امروز سهمگین‌تر است، ترسناکتر است. آب و خاک و هوا و آتش آن کشور در راه خاموشی است. آن 4 گوهر که زرتشت سپیدمای از آنان گفتگو کرده است و او هست که نخستین بار از آن 4 گوهر گفتگو، و او هست که گفته است که این 4 گوهر را بپایید، در نابودی است. نابودی آن نابود شماست. اگر دریا خشک می شود، شما هم خشک و نابود می شوید. اگر امروز نمردید، فردا می میرید. امروز هم گمان می کنید زنده اید. من شما را مرده های پس از مرگ، زنده های پس از مرگ به شما می آورم. مرگ سال 57 همه ایرانیان را به کشتن داده است. اگر ایرانی هستید، اندامتان، دلتان زخمگین است، بیمار و ناخوش هستید. اگر ویرانی هستید، گمان می کنید که زنده هستید، گمان می کنید. من شما را مرده می انگارم، ویرانیان. با همه این که سخنان ناامید کننده می گویم، اما این را بگویم که ویرانیان، گرد سم خران شما نیز خواهد نشست. اگر شما آب و خاک میهن مرا، آب و خاک میهن زرتشت سپیدمای را نابود میکنید، خودتان هم نابود خواهید شد. اگر آن زمین فرو میرود، شما را در خودتان فرو خواهد برد. شما را اگر دست ما به شما نرسد، که خواهد رسید، که کیفر شما را بدهیم، که خواهیم رساند اون دست را به شما، و من باور میکنم که در اون روز
آمریکایی که پشتیبان شما، سپاه پاسداران شما را میگویم، سپاه پاسدارانی که در ایران هست، سپاه پاسدارانی که در چندین کشور شما را میگویم، به دادتان نخواهد رسید. ما شما را کیفر خواهیم داد. ما ایرانیان ویرانیان را در درازای تاریخ کیفر داده ایم. شما از هیچ کدام اینا برتر نیستید. شما را کیفر خواهیم داد. گمان میکنید شما بیشینه هستید، ما بیشینه هستیم. ما خاموشیم. افسوس که خاموشیم. من اینها را میگویم که از خاموشی دور گردید. من اینها را میگویم که خاموش نشینید و نشان بدهید که ما همه بیشتر از شما هستیم. همه مردمی باید آیین تو، همه رادی و راستی دین تو. اینها اندرزهای ایران است. اندرزهای ایرانی که سراسر گیتی را ویراسته است و پیراسته است و شهریگری به آنان داده است. می بایستی برای رهایی خودتان به ایران گذشته بازگردی. یک چیز کوچکی میگویم. هنگام گذشت. نمیخواستم در این باره گفتگو کنم. مانند همیشه یادداشت‌های بسیاری در پیش روم گذاشته بودم. میخواستم درباره مانند یک جستار دانشگاهی گفتگو کنم، نتوانستم. نشد. ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشد، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. از این همه ننگ، از این همه خاری، از این همه پیروزی اهریمن، از این همه پیروزی اهریمن، از این روزهای تاریک و ننگین که میبینم، ناچار میشوم این چیزها را بگویم. سخن بسیار زیاد است. یک جستاری به مغز من آمد. روانشاه ارتشبد فریدون جمع میگفتش که هنگامی که برای فرستگی به اسپانیا رفت و فرستاده کشور شاهنشاهی ایران در اسپانیا شد، میگفت من به فرستادگی که رسیدم دیدم که در کشوری هستم که زبانی دارد به نام اسپانیایی. نخستین گزینش من آن بود که میبایستی زبان اسپانیایی را فرا بگیرم. او میگفت که اگر آن زبان را گفتگو نکردن آن زبان برای من به نام فرستاده کشور شاهنشاهی ایران خاری بود. و آن زبان را فرا گرفتم و کارمندان فرستادگی ایران را هم وادار کردم که زبان فرانسه یاد بگیرن و سپس از همه آنها خود هم آزمون گرفته بود. آن کسانی که در فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران کار میکردن همه به زبان فرانسه اسپانیایی چیره شدن. خود ارتشبد فریدون جمع همراه من با چند تن فرانسوی اسپانیایی گفتگو میکرده. پرسیدم که زبان اسپانیایی ارتشبد جمع چگونه است؟ گفتند که زبان پادشاهی گفتگو میکنه. زبانش آنچنان گرامی و ارجمند است انگار که پادشاهی دارد به زبان فرانسه به اسپانیا گفتگو میکند. همو ایشان گمان کنم سرودهای فریدون توللی را گمان کنم بسیارم به او دلبسته بود، به زبان اسپانیا برگردان کرد و سراسر کشورها و مردمان اسپانیایی زبان گیتی با از این راه زبان اسپانیایی او با این سرودهای بسیار خوب همین توللی آشنا شدند. اینا من برای چی میگویم؟ برای میگویم که همه چیز در این روزگار ننگین است. نمیدونم کسانی که سخن منو گوش میکنید یا گوش نمیکنید یا نمیخواید گوش کنید یا هرچی،
این همه ننگ را چرا میپذیرید؟ این خاری است برای شما که یه روزخان پست پارچه به کلش پیچیده نمایندگی ایران میکنه. ایران با روزخان و نمیدونم کفتار و خوک مسلمان شیعه پست و پلید چه پیوندی دارد که اون درفشتان باشد، این شما را نمایندگی بکند؟ اونگاه یک تبهکار ننگین زشت پاسداری را نمیدونم، نمیخوام بگم وزیر چه زهرماری هست، گذاشتن از روی کاغذ نمیتونه 2 تا واژه را بخوانه. این برای شما خاری است، ننگین هستی، شرم هست. در زیر بار این همه شرم چرا میمانید؟ در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه آریامر کسی مانند ارتشبد فریدون جم نمایندگی ایران را میکرد در اسپانیا. رفت اسپانیایی را چنان آموخت که میتوانست اسپانیایی بسیار درخشان گفتگو بکند. اونگاه شما شاید در کوچه پس کوچه های نمیدونم شهرهای ایران شاید جوانان یا نوجوانانی باشن که بهتر از اینا میتوانن دست کم انگلیسی روی کاغذ را بخونن. اینا یک کسی را به نام وزیر، یه پاسدار ننگینی را به نام وزیر برای شما میشناسانن، میروند در اروپا ننگ برای شما، در آمریکا ننگ برای شما. تا کی میخوای زیر بار این همه ننگ بمانید؟ این تنها این نیست، بسی بیشتر از این است. من شگفت میکنم از ایرانی که این همه ننگ را بر خود میپذیرد. یک روزی بود نماینده شما شاهزاده اشرف پهلوی در ساختمان اون مردمان ناگسسته، نمیدونم یونایتد نیشن میگن، چی میگن اونجا را که نیستم هم چیزی. شما چی میگی؟ شما به تازی میگید. شما مردمانی هستید که اندیشه نمی کنید چی میگویید. که یونایتد نیشن را میگم که شما به تازی میگویید. سامانه مردمان به هم بسته یا به هم نابسته. یک روزی بود نمونه شما اون بود. از جاش بر میخواست، همه بر میخیزدن، کف میزدن، میگفتن شاهزاده ایرانی میخواد گفتگو کنه. شاهنشاه آریامهر میرفت، همه بر میخواستن His Imperial Majesty. امروز شما این همه شما را ننگین ها نمایندگی میکند، شما را در همه جا خار کردن. از این همه خاری به تنگ نیامدی؟ 50 سال است زیر بار این همه ننگ چه میکنید؟ این زندگی نیست، این مردن از این بهتر است. برخیزید، این همه ننگ را ارزش نداره زندگی زیر بار ننگ. زیر بار ننگ زندگی کردن ارزش نداره. یا در زندان ها هستید یا در بیرون شما را تو سری میزنن، تازیانه میزنن، میکشن، به دار میآویزن. در بیرون میایید دریوزه این کشور اون شهر پناهنده میشوید. این همه ننگ و تباهی چیست؟ هنگام گذشته از شاهنشاه رضا شاه همین روزگار بود. هنگامی که آمد ایرانیان را از اروپا، از کشورهای اروپایی، آسیایی نیز همینجور، همه را گرد آورد، برد درون ایران، زندگی برای شما ساخت، جامه به تنتان درست کرد، به شما شناسنامه داد، شما را از پستی و زشتی و بردگی قجران رهایی داد. نمیخواید به گذشته نگاه کنید که شاه رضا چه کار کرد برای شما؟ نمیخواید نگاه کنید شاهنشاه داریوش بزرگ برای شما چه کار کرد؟ شما چه جور مردمانی هستید؟ نام خودتان را چه میگذارید؟ زیر بار این همه ننگ و پستی چجوری میزید؟ چه نیازی داره اینجوری زندگی کردن؟ 200 بار مردن به از بردگی است. میبایستی برای آزادگی خودتان، آزادگی، شما هرچه باشید هیچی نیستید. همه تان را میگویم، از ایرانیان و ویرانیان، هیچی نیستید. تا زمانی که آزاد نباشید، تا زمانی که درفش خودتان را نداشته باشید، رهبر خودتان را نداشته باشید که مانند خودتان باشد. روزخان رهبر شما نیست. روزخان شما را خار خواسته. روزخان میگوید شما امت هستید نه مردم. زرتشت سپیدمای شما را مردم کرد.
گفت میبایستی اندیشه راست داشته باشید، نام ایرانی داشته باشید، خوی ایرانی داشته باشید، سرفراز و آزاده بشوید، به فرشکرد اندیشه کنید، به هوم توق تو واراشت اندیشه بکنید. اینان به شما میگویند به پستی و دروغ و ننگ و الله و نمیدونم بتخانه و ننگ و پستی و روزه و زوزه و اینها شما را در انداختن. دریافت شما چه اندازه کم است، چه اندازه آکنده مغز شده اید که راستی را از ناراستی نمیتوانید جدا بکنید. نشسته اید که چه بشود، 50 سال از ننگ بر سر شما آمده است، پس از این چه میخواهید بکن؟ اروپا آمریکا شما را همین میخواهد، پستر از این هم میخواهد، بدتر از این هم میخواهد. هیچ کس به شما، همگان به شما فشار خواهند آورد که بیشتر بمیرید. اگر آمریکا پاش را روی گلوی شما گذاشتد، روس هم بیشتر میگذارد، چین هم بیشتر میگذارد. ببینید آبهایتان خوش شده است. اوستا میگوید آب مایه زندگی است، آب نباشد کجا میخواهید زندگی کنید؟ خاکم داشته باشید نمیتونید به سرتون بریزید و زندگی بکنید. این نازندگی است، دریابید این را. این خیشکاری من هست که بگویم به شما. من خیشکارم که این را به شما بگویم. هرچند به من افسر ارتش شاهنشاهی شما نارادی کردید، پستی کردید، هم فرماندهان و همتنان و همرختان منو کشته اید، آویزان کردید، سوزانده اید، به سیخ کشیده اید. من دل خوشی از ویرانیان ندارم، با اندوه در برون از ایران میزیم. اما باز هم برای اینکه کشور من گرفته شده است، کشور من نابود شده است و نابودتر می شود، برای سوگند سربازی که دارم از گفتن فرو نمیمانم. میبایستی بگویم که فردایی شاید توان گفتن نداشته باشم، اما اینها را مانند آنچه که 40 سال گفتم نادیده و ناشنیده نگیرید. بنیوشید که من میگویم ایرانی میشود سرفراز، ایرانی میشود آزاده، ایرانی میشود نوبل. شما که به واژگان بیگانه بیشتر دوست دارید گوش کنید، نوبل میشود ایرانی. شما نوبلید، زیر بار پاستا و خوک و کفتار تازی زندگی میکنید. شما نوبلید که راهتان پست و دروغ شده است. شما نوبل هستید که روسپیخانه های رسمی در کشورتان بپاکید. شما نوبل هستید، سرفراز هستید که از روسپیگری نان در بیاورید. شما ایرانی آزاده هستید که تریاکی و افیونی شده اید. شما ایرانی آزاده هستید که زندان ها پر از جوانان شماست. شما یک روزی این ارتش شاهنشاهی بدبخت را که به خاک و خون کشیدید و سرفرازی کردید و شادی کردید، روی خونهای ما رقصیدید، شما روی خونهای ما دستفشانی کردید شما. اما همین ارتش شاهنشاهی در خیابانهای عمان، تازیا به ارتشداران ارتش شاهنشاهی میگفتن بنی الاحرار، می شود آزادزادگان. شما بنی الاحرارید، شما آزادزادگانید، شما از آزادگی چیزی میدانید. شما برخیزید، این گذشته تابناک را خوب نگاه کنید، سر به پشت به درفش هخامنشی نگاه کنید، به درفش کویان، به درفش شیر خورشید نگاه کنید، به اندرزهای، به راه رفته رضاشاه نگاه کنید، به راه رفته شاهنشاه خوندل خونین جگر با اشک چشم رو از کشور راندید، انداختید در آفریقا. 50 سال شاهنشاه ایران را در آفریقا انداختید، زیر بار این همه پستی و ننگ و بزه. شما بزهکارید، بزهکارید که این کار را کردید، بزهکارید برای اینکه این کار را با هر کسی که برای شما خوبی آورد کردید. تنها شما نکردید، بیگانگان به دست شما کردند. شما با بیگانگان همکاری کردید. شما ویرانیان بودید که به دست بیگانگان همکاری کردید. از رخت ناپاک ویرانی درآیید، به رخت ایرانی، جامعه ایرانیگری بپوشید. ایرانی تا ایرانی نباشید نمیتوانید میهن خود را آزاد گردانید. اگر برخیزید، آن کسانی که شما را خار میخواهند، آن کسانی که چراغ زندگی شما را هر روز خاموشتر میگردانند، از شما خواهند ترسید. رضا شاه پهلوی یگانه، یک تن در شهر خرمشهر، زمانی که اونجا را، اون خاک را، اون خاک گرامی را بیگانه گرفته بود، تنها، بی نگهبان، بی اسوار، به پهلوی می شود نگهبان، بی اسوار به گرمابه رفت. خودش میگوید که
چون از بالا من را می توانستند آماج تیر گردانند، چون دیدم من بیباکم، از بیباکی من ترسیدند و توانست پیروز بشن. شما تا زمانی که ترسو باشید خواهید مرد و بیشتر شما را میکشند. برخیزید، اگر برخیزید بیباک خواهید شد. به آیین ایران باستان چنگ زنید، به درفش هخامنشیان، به شاهین درفش هخامنشیان چنگ زنید. من به شما بار پیش گفتم ایرانیان کافکاس خودشون را سرگش مینامن، سرگش که بهش امروز چرکس میگن. همین ایرانیان خودشون را شاهین میدانند. شما هم باید همین باشید. شما هم باید همین. صدها و هزاران چیز در ایران، در هر شهر ایران بسیار بسیار. در شهر من اردبیل سنگ سیغویر هست، در مسجد جمعه آتشکده بوده است. آن سنگ سیغویر را 10 پهلوان، 100 پهلوان، 1000 پهلوان ایرانی در بر گیرند تا ایران سرفراز گردد، تا ایران زورمند گردد، تا دشمن ایران بشکند. این را اوستا میگوید به شما اردبیلیان. پس اینو به کی گفته؟ سنگ سیغویر در اردبیله. این بر اهرامیشته. بروید اوستا را نگاه کنید. شما اگر اوستا را نگاه کنید نیرو میگیرید، توان میگیرید. اگر تازی‌نامه را بخوانید نابود میشوید و اهریمن میشوید و ویرانی میشوید. اگر به اوستا نگاه کنید میبینید که اوستا 10 بار میگوید که زمین گرد است. 10 بار میگوید. زراتشت سپید مای میگوید که مزدا چه کسی زمین را در فراز نگه میدارد. خب اینه کسی که میپرسه من این لیوان آب را در بالا نگه میدارم دیگه. خب اگر ندانه که زمین در آسمان است چرا باید بپرسه که چه کسی زمین را در فراز نگه میدارد؟ خب شما ننگین شده اید، پشت به این کرده اید، چه خواسته چه نخواسته. امروز که خواسته میتوانید اوستا را بروید بخوانید، میتوانید به آتشکده بروید، میتوانید با مغان دیدار بکنید، میتوانید بزرگی و گذشته و دیروک یا تاریخ ایران را بخوانید. برخیزید. راه رهایی تنها اینه. به اندیشه من راه رهایی تنها بازمانده فرهنگ ایران باستان، آموزه های ایران باستان. اگر چنین نکنید من به شما میگویم هر روز همچنان که آبهایتان خوش میشود، زمینهایتان نابود میشود، خود نیز نابود میشود. برای این خودتان بزهکار هستید. اگر این کار نمیکنید بزهکار، چون که آینده ها را در مرگ خواهید نشان. فرزندان شما که امروز در ایران هستند، نمیدونم چند کرور هستید، 85 میلیون، چند میلیون هستید. فرزندان شما کجا خواهند زیست؟ آن فرزندی که 2 سال دارد، 3 سال دارد، 5 سال دارد که نمیتواند بخیزد که خود را از یوغ ملا رها بکند. شما میتوانید بکنید. میبایستی شما بکنید این کار را. شما نکنید به اونا تباهی کردید، به اونا دغا کردید. به گذشته ایتان که دغا کردید بس نیست؟ به خودتان که دغا و ستم کردید بس نیست؟ به آینده ایتان نیز دغا میکنید اگر این کار را نکنید. تنها راه رهایی بازگشت به خویشتن است. ز برون کسی نیاید، به یاری تو اینجا. تو ز خویشتن برون آی، سپه ملا بشکن. زنده باد ایران، زنده باد ایران، جاوید ایران، جاوید شاه. جناب دکتر خسته نباشید، پرتوان باشید. بسیار سپاسگزارم. سپاس از شما. تا برنامه بعد. بسیار زیبا بود برنامه. دستتون در نکنه.